امروزه شبکه‌های دسترسی پرسرعت باند وسیع به عنوان زیربنای ارائه سرویس‌های پیشرفته به حساب می‌آیند. وایمکس در این بین یکی از جدیدترین فناوری‌هایی است که تاکنون به منظور ایجاد شبکه‌های باند وسیع ابداع و عرضه شده است. این فناوری که اکنون در 2 استاندارد ثابت و سیار عرضه می‌شود، با بهره‌گیری از آخرین پیشرفت‌های فنی حوزه مخابرات بیسیم راه را برای توسعه شبکه‌های دسترسی پرسرعت با هزینه‌ای مناسب فراهم می‌آورد. این فناوری توانسته است با پوششی بسیار وسیع و نرخ ارسال و دریافت داده‌ای بالا نیازهای کاربران باند وسیع را مرتفع ساخته و راه را برای ورود به عصر جدید اطلاعات و ارتباطات باز نماید. فناوری وایمکس با امکانات، قابلیت‌ها و سرویس‌های ارزش افزوده خود توانسته در بین دیگر فناوری‌های مشابه خود از مزیت رقابتی برخوردار شده و به اپراتورها امکان ارائه سرویس‌های متنوع و متمایز را بدهد. طیف وسیع دستگاه‌های ثابت و سیاری که تاکنون بر اساس این فناوری وارد بازارهای جهانی شدند، نشان از رشد سریع کاربران و اپراتورهایی می‌دهد که به سرعت به این فناوری روی می‌آورند و به دنبال دستیابی به سهم بالاتری از بازارهای ارتباطاتی هستند. تا پایان سال 2008 بیش از 200 اپراتور در سطح جهان خدمات وایمکس را عرضه کردند و پیش بینی می شود تا سال 2012 این رقم به 538 اپراتور در سطح جهان برسد. در این بین منطقه خاورمیانه سهمی 4% از کل پیاده‌سازی‌ها و توسعه‌های جهانی وایمکس داشته است. پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهد که تا سال 2012 تعداد کشورهایی که تحت پوشش این شبکه‌ها خواهند بود به 201 کشور از مجموع 234 کشور برسد که این خود حکایت از گسترش وسیع این فناوری در دنیا و اقبال عموم نسبت به آن دارد. بررسی‌های صورت گرفته بر روی عوامل مؤثر بر رشد تعداد مشترکان در مناطق مختلف دنیا نشان می‌دهد که کاربران جهانی وایمکس از 300,000 مشترک در سال 2006 به 131 میلیون نفر در سال 2011 خواهد رسید و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای این فناوری در این سال به 26 میلیارد دلار میرسد که رقم قابل توجهی به حساب میآید. تولید کنندگان تجهیزات وایمکس نیز از رشد بالایی برخوردار بوده و تنوع محصول و قابلیت ارائه سرویس‌های متنوع در رأس برنامه‌های آنان قرار گرفته است. اتحادیه وایمکس که مسئول مجوزدهی و تست دستگاه‌ها و تجهیزات وایمکس است، اعلام کرده تا اواخر سال 2008 62 شرکت در حال توسعه تراشه‌های وایمکس و دستگاه‌های کاربران نهایی بوده و 37 شرکت نیز در حال ساخت تجهیزات زیرساختی بودند و محصولات این شرکت‌ها تاکنون در توسعه شبکه‌های وایمکس توسط 407 اپراتور در 133 کشور جهان به کار می‌رود. کشور ما نیز با داشتن جمعیتی جوان و صنعتی رو به رشد از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود که به دلیل نقش مهم ارتباطات در توسعه، برنامه‌ریزی منسجم جهت حرکت به سمت توسعه همه جانبه مخابرات باند وسیع در کشور را به امری ضروری بدل می سازد. در تابستان 86 سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در حال مطالعات اولیه جهت صدور مجوز وایمکس در کشور است. پس از اتمام مطالعات اولیه، تهیه متن پروانه، اسناد مزایده و تصویب این امر در کمیسیون تنظیم مقررات، انجام روال قانونی برای برگزاری مزایده و واگذاری مجوز در دستور کار قرار گرفت و سرانجام در 8 تیر ماه 1387 با انتشار متن پروانه رسما فراخوان خرید اسناد مزایده از سوی سازمان تنظیم مقررات انجام شد. همکنون پس از انجام مراحل برگزاری مزایده، اپراتورهای ارائه دهنده این سرویس در تمامی استانهای کشور مشخص شده
و پروانه فعالیت آنها صادر شده است. این پروانه ها برای یک دوره 6 ساله در نظر گرفته شده که امکان تمدید برای 5 سال دیگر را نیز داراست و به دارندگان آنها این امکان را می دهد تا خدمات وایمکس را همراه با خدمات VoIP به کاربران خانگی و تجاری ارائه دهند. با توجه به اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات در برگزاری مزایده و ارائه مجوز جهت راهاندازی و ارائه سرویس بر اساس شبکه‌های وایمکس، راه برای توسعه این فناوری در کشور آغاز شده است. هرچند این اقدام اولین تجربه در ارائه مجوزهای باند وسیع در کشور است، اما آنچه روشن است این است که اپراتورها به زودی فعالیت خود را در این عرصه آغاز خواهند کرد. این اپراتورها برای راه اندازی شبکه‌های وایمکس مصمم بوده و برنامه‌ریزی‌های لازم را از پیش انجام دادند و دیر زمانی نخواهد پایید که مشترکان ایرانی طعم این فناوری را خواهند چشید. نفس حضور شرکت‌های بزرگی که پیشتر توانمندی‌های خود را در بخش‌های دیگر مخابرات کشور اثبات کردند و امروز قصد ورود به عرصه ارتباطات باند وسیع مبتنی بر وایمکس دارند، می‌تواند فضایی مثبت و رو به رشد در عرصه خدمات مخابراتی کشور رقم بزند، به ویژه که این شرکت‌ها با توجه به توانمندی‌های فنی و اقتصادی خود تجربه موفقی در ارائه خدمات مشابه داشته و برنامه‌های روشنی برای توسعه و پیشبرد این فناوری در سطح کشور دارند. امید که با اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری مجوزهای وایمکس و حضور اپراتورهای بخش خصوصی در این حوزه و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در این راستا، گامی دیگر در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور در راستای تبدیل شدن ایران به عنوان کشور اول منطقه برداشته شود و شکاف‌های موجود در این عرصه پوشش داده شده و به زودی شاهد رشد و توسعه قابل توجه این فناوری باند وسیع در کشور عزیزمان باشیم. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.